بیبی چجوری بگم؟ اونه چی کارش کنم؟ بگیم مرد دیگه. بابا مرگ حق سرور خانم. باز خدا پدر هاشم خانم بیامرزه خرج دوا دکتر و بیمارستان و کوفت و درمان نداشت شده است. این مرد همیشه تو زندگیش حسابگر بود. چی بگم از این مرد؟ چی خدایی بگم؟ دمش کرد. به جان خودم تقصیر من نبود، بی خبر بود. خدا بیامرز دم آخری حرفی عتیسی نقلی وصیت چیزی راجب چی؟ چه میدونم هر چیزی یهو به ذهنش رسید باشه نگو. آره فکر کنم. آره چشاشو باز کرد، تو چشای من نگاه کرد، گفت چی گفت آقا چی گفت؟ یادمیه، گفت دستشویی داره برای کجا. خب بردیش یا نه؟ گفتم میبرم بیمارستان، اگر دکتر معاینت کنه، اگر خوب شد میبرمه، اگر نشده که هیچ. برای بردش یا نه؟ گفتم که قبلش مرده بود. منو حلال کنید. چی رو حلالت کنم؟ شوهر من یه دستشویی نبردی، وقت میخوای من حلالت کنم؟ خدا ازم نگذره. بخش آقا دستشویی کجا؟ شما وقتی رو برید دیگه، بپرسید ببینید کجا. بریم دیگه. من چون برید دیگه.